ببین از رسانه پشت جرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشمی آقای گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، اینجا رسانه پشت پرده است و بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. اگه پسر مجردید پر از در و داف دورتون باشه، اگر دختری شوهر پولدار ان شاءالله گیرتون باشه، البته با اخلاق و با خانواده و اینا. تشکرم میکنم از اسپانسر محترم برنامه که محصولات خوبی رو خدمت جوونها ارائه میده که نره تو پاچشون جو بگیرتشون یه 1200 300 400 500 600 700 تا سکه بزنن و اینا. قشنگ با این کارو در بیاری که مغزتون آروم بشه و حرارتتون گرفته بشه که نرید یه کارایی بکنید که دهنتون سرویس بشه. امروز در برنامه پشت پرده موضوعات مختلفی رو در خصوصش میخوایم افشاگری بکنیم، در خصوص صنعت پر رونق و پر از راز و نیاز سینما ایران که پاک، اصلا لامصب ما پاکتر از این صنعت پر رونق سینما ایران نداریم که از هر طرفش هر طرف دیگه‌ش رو نگاه میکنید لامصب گروپه که میباره و استعدادهایی که داره همچین شکوفا میشه. امروز در خصوص چند تا موضوع میخوایم صحبت بکنیم. در خصوص خانم نازنین بیاتی، این چهره که گذاشتم این گوشه که یه استوری من گذاشتم که ایشون یه بچه داره و بچه‌ش هم 1-2 سالش بیشتر نیست. یه دو گفتن پشمام اصلا مگه این ازدواج کرده؟ بعد خدمت دوستان بگم که نه تنها ایشون ازدواج کرده بلکه جدا هم شده که راجع به ایشون صحبت خواهیم کرد. راجع به خانم الهه حصاری صحبت خواهیم کرد. امیر آقایی، حالا الهه حصاری روش میرسیم، امیر آقایی و حالا موضوعات مختلفی که هستش و صنعت پر رونق سینما ایران. خلاصه برنامه پرپیمونیه. راجع به بیرانوند هم اگه برسیم میگیم، راجع به امیرحسین آرمان هم بهتون میگیم، راجع به هوتن شکیبا هم اگر برسیم بهتون میگیم که من البته عکساشو اینجا آماده نکردم که روی مانیتور ببینید، ولی خب اسمشون رو میگم خودتون برید سرچ بکنید. اول از همین خانم الهه حصاری شروع میکنیم که قبلا هم مد بود که بازیکنهای فوتبال سنشون رو کم میکردن، یعنی میخواستن برن بازی بکنن توی تیمی مثل حسین کعبی که الان فکر کنم اولش 70 سالشه، میگه 40 سالمه ماشاءالله 10-12 سال سن خودش رو کم کرده، یا مثل بیرانوند که با شناسنامه داداشش فوتبال بازی میکنه. حالا اینجا می پشت پرده است دارم بهتون میگم، بیرانوند الان سالیان ساله که با شناسنامه داداشش بازی میکنه و خانواده‌اش اینو اونو قسم داده بودن. حالا بعدا راجعش مفصل صحبت میکنیم که نرید لو بدید که بیرانوند با شناسنامه داداشش داره فوتبال بازی میکنه و به اسم اون زن گرفته و به اسم اون داره فعالیت میکنه، خارج هم رفته و پاسپورت هم گرفته. خلاصه همه کار که بگید کرده. حالا این قضیه بین بازیگرا هم مد شده و لامصب سن خودشونو گردن نمیگیرن. مثلا این خانم الهه حصاری متولد 1362، حالا شاید به قیافه و ظاهرشون نیاد اینا، ولی وقتی میره مصاحبه میکنه، حالا اینجا ویدیو مصاحبهش رو برای شما میذارم با اصطلاحاً مهران مدیری، ببینید خودتون متوجه میشید که اصلا ته ماجرا چیه. بشنوید. یکم بیام عقب. چند سالتونه؟ متولد سال 1369. 69. 27 مرداد. 27 سال. 18 مرداد 1369. 18 مرداد. بله. مردادیات چجوری هم؟ عالی. به همین راحتی و شیکی میاد میگه من متولد 1369 هم. سلطان الان 20 سال پیش نیست. به هر حال ما یه سری منبع خبری داریم، شما یه سری همکلاسی داری، یه سری رفیق داری، در همسایه داری. وقتی میگه من متولد 69 هم، بعدش گندش بالا میاد. چه کاری؟ خب بگو 62 هم. چرا میگی 69؟ بعد جالبه یه خبری هم اومد وایرال شد که مادر جوانتر از دختر الهه حصاری بازیگر جوان کشور ما میباشد. او
در سال 1369 به دنیا آمد. الهه استاری به تازگی با انتشار عکسی از مادرش در صفحه شخصیش که بروز کرده گفته که جوان بودن مادر او یکی از نکاتی بوده که مورد توجه کاربران فضای مجازی. احتمالاً مادرم کوبیده ساخته، چون الان میدونید که نون تو عملهای زیبایی و کوبیدن ها و ساختن ها که ایشالله به زودی یه دونه برنامه هم راجع به این پزشکا و این افرادی که کوبیدن ساختن خواهیم داشت و لامصب جراحی‌های زیبایی هایی که لولو رو به هلو تبدیل میکنه. اما نکته‌ای که وجود داره این سندی هستش که مال خانم الهه استاری. میبینید من حتی از عمد کد ملیش هم گذاشتم، به حال یه سری از بچی که برنامه ما رو میبینن دسترسی دارن به یه سری از جا. برید با این کد ملی رو سرچ بکنید. خانم الهه استاری، اهل قزوین، وضعیت زندگیش هم متأهل هستش، قابل توجه دوستان، که گردن نمیگیره که ازدواج کرده و تاریخ تولدش 18 مرداد 1362. من نمیدونم چه کاریه شما برمی‌دارید میارید دروغ میگید. به حال کارمای وجود داره به اسم امین فردی میاد یقتون رو میگیره. بعد یه عده میان میگن که آقای فردی تو چرا آبروی دیگران میبرید؟ بابا خود اون طرف دستی با دروغی که داره میگه آبرو خودشو میبره. الان من نشستم رو اون صندلی جلو مهران مدیری گفتم ایشون متولد 69، خودش اومده گفته، ولی سند یه چیز دیگه میگه. شغلش هم زده بازیگر. حالا خودتون میتونید برید نگاه بکنید دیگه. من شماره موبایلش هم پاک کردم که دوستان همیشه در صحنه زنگ نزنن. حالا دوستان دیگه الان مثل قدیم نیست دیگه، کسی زنگ نمیزنه، ولی خب دیگه حالا خواستم در جریان باشید که این خانم الهه استاری که میره میشینه جلوی مهران مدیری متولد 62. من نمیفهم شما فازت چیه که یه همچین دروغ شاخ داری میگه. دو سه تا از همکلاسیات هم به ما پیام دادن و تایید کرده بودن این قضیه رو. مثلا در جریان باش. اما موضوع بعدی که میخواستم بگم راجع به امیر آقایی بود که خیلی از دوستان من گفتن که آقا راجع به امیر آقایی هم بگو. قبل از اینکه بگم یه لطف کنید کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست، روی زنگوله هم بزنید، چون یه سری ویدیوهای جنجالی و اینا داریم که احتمالاً دارم فکر میکنم راجبش که پخش بکنم یا نه. یه دو سه تا فیلم‌های عروسی بازیگر رو از این صحبت. اما امیر آقایی که ایشون هم گردن نمیگیره با یه خانم به اسم نازنین صلحجو رابطه داره. این هم خانم نازنین صلحجو که البته گردن نمیگیره، یعنی یه جورایی شده مثلا رابطه اشغال و اینا که حتی توی مراسم استاد شجریان که این عکس هم اومده بوده بیرون کنار همدیگه بودن و رابطهشون دیگه به حال به نوعی علنی هستش. اما نفر بعدی خانم نازنین بیاتی هستش که ایتون لوری شد یه مقداری. ایشون متولد 15 دی ماه 1368، 33 سالشونه و چند سال پیش با یه شخصی به اسم احسان احمدی نیری ازدواج میکنه. حالا شیوه آشناییشون هم بهتون میگم که ایشون یه دونه معدن طلا و این صحبت تو سنگان اگر اشتباه نکنم دارن و شرکت ساختمونی دارن که همین شرکت ساختمونی هم در حال دیگه کار داد دستش دیگه. یکی از اسپانسرهای این شرکت ساختمونیشون میلاد کیمران بوده که میلاد کیمران میاد نازنین بیاتی رو معرفی میکنه به این احسان داستان ما و میخواسته یه دونه واحد بخره توی باکری. یه سری واحدهای بزرگ اونجا بوده که اونجا میره و خوشش میاد از این نازنین بیاتی و مخشو میزنه و حتی براش یه دونه اسبم میخره. و 12 مرداد 1401 بچه خانم نازنین بیاتی به دنیا میاد. اینم تصویرشه که هم میتونم زوم بکنم ببینید دیگه. بیشتر از این فکر کنم زوم نکنم بهتر باشه. بچهشون به دنیا میاد به اسم ارسلان. البته حالا من شنیده بودم که ایشون 2 بار گویا حامله هم شده بوده و بعد از اینکه این بچهشون پسرشون به دنیا میاد شوهرش براش یه دونه BMW میخره و اون موقع توی الهیه زندگی میکردم. بعد از اینکه جدا میشن اسفند پارسال گویا جدا شدن، رفتن توی جردن، جفتشون توی
جردن زندگی میکنن. این مرده، این آقا احسانی که میبینید به خانم نازنین بیاتی گویا خیانت میکنه، میره با همکارش اسمش نمیدونم مهناز ابراهیمی یکی که میره تو رابطه و جدا میشه از نازنین بیاتی. حالا نمیدونم چه دلیل داره این نازنین بیاتی نمیاد این ماجرا رو بگه. حالا اینم در نوع خودش عجیب و غریبه. دوتا موضوع دیگه هم موند، هوتن شکیبا و امیر حسین آرمان که به نظرم، حالا چون من عکسشون ندارم براتون بندازم اینجا، بعضی هم شاکی شده بودن که تصویر مشکی شد، شاکی شدن که آقا چرا اینا رو عکسشون نمیذاری. تصمیم گرفتم که حالا که ویدیو بعدی براتون راجع به این دو نفر صحبت بکنم که تایم ویدیو هم کمتر بشه با توجه به اینترنت ضعیف و فیلتری که توی ایران وجود داره اذیت نشید. این هم داستان نازنین بیاتی و نمیدونم چند تا موضوع دیگه ای بود، الهه اساری و افراد دیگه. در صورت حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.